چی شد؟ مرگ همسرم چه بسا مجازات سنگینی بود در راه این علم. 40 سال ریاضت کشیدم تا بتونم رموز علوم غریبه رو دریابم. حکیم، طب تو بر چه پایه‌ایه؟ در حد نیاز مردم و بضاعت خدا. آقا جان شما جمشید رو ندیدین؟ سری به سردابه بزنی بد نیست. همه جا رو گشتم حتی بام نیست. نیست؟ ای بیخرد، اگه به دست شبروان داروغه بیفته چی؟ نگران نباش حکیم، عبدالغفور میدونه کجا پیداش کنه. انصاف نبود مادر، انصاف نبود، رفتنت انصاف نبود. اگه بدونی به سر بچه خیره سر چی آوردن، چه درشتا که نشنیدم، چه شلاقا که نخوردم. گریه نمیکنم. میخوام برگردم به کودکی. میخوام بگم کی بود اون شب تناب لباس پاره کرد. میخوام تو اون سردو حبسم کنی تا ابد. سلام استاد، شما اینجا؟ آسوده خاطر باش پسرم، میدونم که چی میخوای. خاطرت هست؟ من تو رو به کار شبانه وعده داده بودم. اینک وقت و جای آن فرا رسیده که برای دل پردرد دوایی تدارک ببینم. چی؟ خاموش باش و نگاه کن.
جمشید پسرم، چرا پریشونی؟ کمی بی‌انصافی نبود پدر؟ نگران نباش، خوب میشه. تاب و توان اون چرا که دید نداشت. لازم بود به جونش آتشی بیندازم. جوون مهربون و پاکدلیه. بگم اونم که بهتری. الحمدلله. ها؟ جمشید؟ خوبی؟ خوبم. چقدر وقتی که بیهوش بودم؟ باسی از شب و نیمی از روز. استاد عبدالغفور و دخترش کجا؟ آی بانو؟ اونو نمیدونه، اما دخترش در اتاق مجاوره. از چند سپاس گزارشم به جهت ترفندی که در خلاصی تو زد، اما در مجاورتشون دلخوش نیستم. این شوربا رو هم ویس با مهر پخته، برای تب خوبه. اتاق مجاور. التفات کنید، این تلاقی اوقات سعیده. برای امیرزاده هیچ اسباب گشایشی فراهم نیست، مگر آنکه اوقاتی را که مکشوف میکنم در تلاقی 2 کوکب بخت به صحرا بره و خود گره گشای سلامتی و بخت خودش باشه. شنیدی؟ باید به صحرا بریم. اینا که گفتی در همین دارالحکومه یافت نمیشه؟ بیخردی نکن. کلام عبدالغفور برای ما چون منزل مهمه. باید بریم. الباقی ماجرا رو به فرصت خدمتتون میگم. رخصت مرخصی میدین؟ خب عبدالغفور، حال نوگل جوانت چطوره؟ من وامدار لطف شما و تیغ حکیمم. پنجه زرینی داره این مسعود طبیب. دوران نقاهت به سر میکنه که اونم به زودی سپری میشه. به نقاهت مهربان ما هم بیندیش. در کار یافتن وقت سعید غیاث الدین یار منه و چه بسا ماهرتر و دلنگران سعادت مهربان شما. بزرگ عالمی است گرچه جوان. البته یاغی. اون چه غیاث الدین برای من گفته از لطف شما بوده و خاندان شما. خطا جناب حاکم، فرزند جوانی است. چیزی نمیخوای جمشیدم؟ این که میخوام تو نمیتونی خورشید. طلب کن عزیزکم. خواهر جونشو هم بی هیچ حرفی برات میده. جون دلگرمیمه به خدا، دلگرمی، ولی دلم دیگه طلب هیچی نداره. به نظر که خیلی بهتری. باید برام تعریف کنی دیشب چی شد، مو به مو. من شما دوتا رو تنها بذارم روانم آسوده تره. بگو. اولش فکر میکردم هیچی از ضمیرم نمیاد. کی؟ سجزی. بعدش این مرتبه هرچی میخواستم نشونم داد.
هرچی میخواستم عذاب توی اون دیشه. کاش بود اونجا. همه چی میدونه. کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا. چی بگم؟ ممنوعه. شهر مجازش نمیدونه. جواز شهر به محصول نفائل. تیغ دست حکیم با تیغ دست زنگی مست یکیه؟ نه. ها، حالا تیغ دست کیه؟ حکیم یا زنگی مست؟ تشخیصش با کیه؟ لابد تو. این مصیبت رو تو آقا رو چش ترس کرده. ها، که شما ترسیده چش شما روشن شده. سبک مغز شدیم این. شایدم تو. تا کی میخوای به اون رخت خواب بچسبی؟ بلند شو بریم اطراف شهر سیاحت. آخه ما غریبی. جمشید هنوز بیحاله. هوای تازه بهش بخوره حالش جا میاد. اینطور نیست؟ از تو بازه شما جمشید دختر بانوی من، آی بانو، بیا آماده شو تا به همراه جمشید به اطراف شهر بریم. کسل شدی گلم، نیازمند تفرجی. ولی گزمه ها سربازای حاکم همه جا هستن. از چی میترسی دخترم؟ تا وقتی جمشید با منه در امان. ولی آی بانو، اگه اونو ببینن میفهمم بیماریش حقه بوده. اونم به لطف تو مرتفعه. ما رو جایی ببر که بیشتر یاد گذشتت میکنی. کوچه به کوچه این شهر برام خاطرات تلخ میگم. تلخی رو از خودت دور کن. بذار این لحظه ها رو به شادی بگذار. کجا منقلبت میکنه؟ کجا؟ این قنات داشت باعث میشد معین جونش بره. تدبیر بچگانه من، سبک مغزی معین، چه بلوایی شد. حالا دیگه شاد باش. چه نیکو آبی داره این قنات. مثل این که تو دریای اندیشت غرق شدی. به چی فکر میکنی؟ به طباق دو ستاره کنار هم، به تاله هم فکر میکردم. تو کار نوشتن زیج فهم تاله خیلی مهمه. البته من اعتقاد چندانی بهش ندارم. میخواستم بگم که اگه ممکنه رو تو بپوش، سربازای دارو بگو. اونجایی؟ بیس بیس میخوام حرف بزنم. میای پایین؟ چیزی شده؟
حال غریبی دارم. شاید تو فقط بفهمی. تو تموم این سالها از کودکیمون تا الان بیس تو فقط من فهمیدی. یه رازی تو سینمه، یه رازی تو سینمه جز تو خلوت و به یه محرم نمیتونم بگم. یه زخمه که علاجشو نمیدونم، از فصلش هم عاجزم. من هنوزم تو رو میفهمم بدون اینکه حتی کلامی به زبون بیاری. سنگینی دلتو با ویس قسمت کن. ویس بیا مثل کودکی من کمک کن. شده تو چیزی بخوای و ویس امتناع کنه؟ شرم دارم، به خدا شرم دارم. ولی هیچ کس نمیتونه جز تو امینم بشه. ویس میخوام قاصد یه پیغام بشه. قاصد؟ به کی؟ آیبانو؟ از مهرش آتیش به جونم افتاد. هیچی غیر وصلش انگار سردم نمیکنه. صد بار خواستم راز دلم بگم، ولی هر بار پیش آمد چیزی نشد. هر بار انگار زبونم سنگین شد. میترسم زبونم از کف بره ویس. کمکم میکنی؟ همه امیدم به تو. کجا میری؟ این بارم به عهد کودکی اجابت میکنم حرفتو. حاکم و با سیاست و ترفندی که میدونستم تهییج کردم به ملاطفت با تو. گرچه بددله اما شدنیه. فقط محتاج صبر و مداراست. کاش میتونستم این محبت شما رو جبران کنم آقا. همیشه وام دارت. ارزش تو برای من بیشتر از این است. راستی من این نسخه های جفت شما رو نگاه میکردم. الان اجازه دارم بگم؟ بگو. این جدول مسدس رو ما طوری میتونیم پر بکنیم که هر دو وجهش اسم موکل بذاریم. با این لحاظ دیگه کلمه ایل هم نیاز نیست که آخر کلام بیاد. درسته؟ یعنی به قدرت خود عدد اسم کامله. به شعور تو شکی ندارم، اما خطات اینه که ای پسره ابله، با منی؟ مگه جز تو ابله دیگه ای هم اینجا هست؟ بیا بیرون. عذر تقصیر. عقلت زایل شده یا حیا رو نمیشناسی؟ دختری که اسمت روش قاصد عشق عشقت میکنی؟ اگه مادرم زنده بود جرأت یه همچین جسارتی به خودت میدادی؟ ویس و ملعبه دست خودت کردی که چی بیغیرت؟ بذار منم حرف بزنم. چه حرفی؟ اصلا اینطور که تو میگی نیست. درست شنیدم؟ این مجادله شما به خاطر منه؟ نه، حرف دیگه ای بود. بی حرف. تو منو چی دیدی که به خودت اجازه این گستاخی رو دادی؟ چه گستاخی؟ لا اله الا الله. هر چی گفتم حرف دلم بود. حرف دل؟
تو ضعیفی. هر کی با تو کلامی رد و بدل میکنه دل میبازی. تحویل بگیر جناب جمشید خان، نوش جونت. چی شده؟ ما از این خونه میریم. من قصد بیادبی نداشتم، شاید انتقال درست اتفاق. خب یه دقیقه صبر کن. استاد خوشی چرا با من اینجور میکنی تو؟ واقعا صبر میکردی صبح. چه خبره؟ صدا تا میدون چه میره؟ باز چه بلواییه؟ صدا تا دیوان میره؟ چی بگم؟ شازده پسرتون زیادی بار زده و مثل چارپا زیر بار مونده. شور عشق دختر جنگیر افتاده به سرش. اونام که نازکتب شال و کلا کردن و رفتن. جاتر و بچه خر. گفتم شری ما رو میگیره. خورشید، حرمت برادرتو نگه دار. جمشید نکنه چیزی به حاکم مگه و جونش به خطر بیفته. چه سخت بلواییه. وقتی ویس و قاصد دلبر جونش کرد سخت نبود؟ این تعصب و همیت والله که تو شهر مثال زدنیه. ویس رو؟ ای بیخرد، گفتم فرزانه شدی و جانب ادب و حیا نگه میداری. فهمت ثقیل شده یا عقلت هنوز در زندان دارالحکومه ببنده؟ جمشید و گناهی نیست. این کارو من به خواست خودم کردم، بی خبر و اختیار اون حتی روحش هم خبر نداره. یا به نگو ویس، محاله که تو این کنی. جمشید ببون، بذار بره. خب که اومدی، میخواستم سواری پیت بفرستم که مبادا خیال فرار به سرت زده باشی. من تخت بند جناب علامه یه عرضی داشتم اگه قابل بدونین. جناب حاکم رخصت میدن، با این جوان خوشفکر لختی خلوت کنیم برای مباحثات علمی. عذر تقصیر آقا، من نمیخواستم شما. مرام مردم شماست که جفا پاداش نیکی میدن. بعد ترفند زدم و جون دخترمو به خطر انداختم تا اسباب فرجت فراهم بشه. کم سرشار از لمحات رینیا و سیمیات کردم؟ مکش از دقایق جفر گفتن؟ این بی آبرویی پاداش ما بود؟ فرصت بدید یک کلام بگم ملالتون ازم کم بشه. آخه جوان، اگه مهرت به دلم ننشسته بود که الان تو چنگال شغالای داروغه بودی. لطف شما سرمه چشمام، به خدا بنده همه محبتاتون. دستم بسته، سرم به زانومه. یه عرضی داشتم، یه حاجتی. پدر شما اینجا رنگ به رنگ نشو.
دل آیبانو از جور تو زخمی شده و شکسته. من اومدم رازمو بگم. راز سربسته ای تو رو با دف و نی به آواز میخونم. تشت عاشقی پر صدا افتاد و شکست. مهر دخترتون شده ناهید دلم آقا. محبت رو در حقم تموم میکنه. منو کنارش ببینید آقا. وجودم تا به این حرارت رو نداشت. صبوریم از کف رفت. تو رو مثل پسرم دوست داشتم. البته آیبانو در این باره باید خودش فکر کنه. اجازه بدید من خودم ازش تمنا کنم. اونم به وقتش. قدم اول آرامش دل عبدالغفوره. چطوری؟ عجله نکن، زمان محک میرسه. به گوش باش تا خبرت کنم. ترس اون دارم که این جوونک قابل اعتماد هست یا نه؟ ترس به دلت راه نده. این جوونی که من دیدم اونقدر دلباخته آیبانوه که اگه سر حاکمم بخوای بر چشم به هم زدنی برات حاضر میکنه. امیدوارم چون با این ترفند هم از فتنه های این جوونک خلاص میشیم، هم بساط حکومت من بر کاشان مهیا میشه. مطمئن باش سجزی راه خطا نمیره. بخند تا موفقیت راه طولانی نیست. نقل اون روزم نه اون بود که چرا محبت گفتی. حرفم این بود که چرا پیش خودم نگفتی. جمشید نگفت شاید آیبانو هم حرفی به دل داره و مهری بر زبون. جانب حجم و شیدایی منو نکردی؟ گذشت. شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. پدرم منو قاصد فرستاد که خبرت کنم زمان آزمون و محکه. گفت خط زندگی به تو رخ میده، به شرط اینکه از ورطه این امتحان سربلند بیرون بیای. فرصت مناسب پیش اومد. من سر تا پا گوشم استاد. امر بفرمایید. میدونی وقت زیادی نداریم. باید بساط نجومو برای استخراج طالعی مناسب در بارگاه حاکم باز کنم تا مهربان با تو راهی بیابون بشه و در زیر تقاطع 2 ستاره‌ای که هر چند سال یک بار به هم نزدیک میشن قرار بگیریم. اون وقت طالع سعد و بخت خوش نصیب اون جوون میشه و خداوند اونو از گزند هر بلایی مسون نگه میداره. کدوم 2 ستاره؟ میدونی پاداش کاری که انجام میدی چیه؟ زندگی شیرین از این پس در کنار آیبانو. بشارت جناب حاکم، بشارت که اوقات نحس به سر رسید و وقت سعید نزدیک. طلسماتی که ساختم کارگر افتاد. شب شنبه شرف قمر و عنقریب عطارد داخل سنبله و قمر از صورت عقرب خارج میشه.
خوش هنگامی است برای تبلیغ نایب حکومتی. خوشخبری تو صله گرانبهایی برگردن من. پس بساط شعف و شادی مهیا کنیم ها. شب انتهای هفته آدینه مغایره نیرین و یحتمل لیلت البرات. خب با این کلمات صغیر چی میخوای بگی؟ تجویز این حقیر اینه که مهربان و جمشید منجم رو راهی صحرا کنیم که در محل وقوع حاضر بشن تا اوراد و تعویزی که بر مفرق نوشتم کارگر بیفته. تنها؟ با جمشید؟ جمشید نه، یگان منجم شهر جناب حاکم. گذشته از این مهم در خلوت و تنهایی به دست میاد تا خدای نکرده سیه روی بر بلندی بخت امیرزاده بد نظر نکنه. عبدالغفور، کلام تو آرامش قلب منه. هرچی تو بگی. رخصت میدیم؟ مختاری. تشنگان آشنایی به وجود خودت را سیراب کن و بگو خود میزبانی چه کسی هستی؟ از آن که بر سطر مجلس نشسته است بپرسید که هنگام مرگ پدر او را بر مشیه چه کسی وصیت کرد؟ تیموره. اون از کجا میدونه؟ خود را بیشتر بر ما هویدا کن. من همانم که تو را در کودکی دشنه‌ای با دسته سرخ دادم و گفتم زنهار که تیغش جز سرخی نبیند. روح تیموره. غیر از من خان بابا هیچ کس نمیدونه. منو از این تشویش رها کن. حال برای رعنا جوان حاکم از طالع سعدش و اون چه در رصد ستارگان حاصل شده بگو. حاصل رصد این که در تقاطع 2 ستاره‌ای که هر چند سال یک بار اتفاق میفته نقطه‌ای هست که طالع شما در اونجا رخ میده. من در تلاشم برای اینکه اون مکان مناسب رو پیدا بکنم تا در اون لحظه فرخنده شما رو اونجا ببرم. احسن بر تو عبدالغفور که شادی و شور رو به ما ارزانی داشتی. سپاسگزارم جناب حاکم. پدرت صحت و سلامتی رو به ما برگردوند و تو سعادت و نیکبختی رو.
خداوند در تمام امور یاریت کنه که تو شایسته بهترین هایی. تو رو مثل فرزند خودم دوست دارم و میخوام تو هم منو مادر بخونی. جمشید، چیه پسرم؟ چی شده؟ نگران به نظر میاد. نگرانم چی پیش میاد؟ ترس و تردید به خودت را نده. میدونی من پدرم، جز به سعادت آیبانو و تو که انقریب جای پسرمو میگیری اندیشه دیگه ای تو سرم نیست. اگرم ازت خواستم که اون مهم رو انجام بدی به خاطر این بود که بدونم آینده دخترمو به چه کسی میسپارم. حالا برو عزمتو جذب کن که اون مهم رو به انجام برسونیم. روی خداحافظی ندارم. دلت ازم سیاست نه؟ به حرمت برادریمون حلال میکن. به ویس بگو همیشه وامدارشم. همیشه بگو اونم حلالم کنه. جمشید تو خودت خوب میدونی که چطور دل ویس رو مثل کوزه به زمین زدی و مهرش رو شکستی. این بود وصیت مادر؟ این بود؟ دل سیاه من به درک. اما دل ویس چی؟ که تو تموم این سالها تو رو مرد خودش میدونست. مرد چه کردی؟ مهرش رو گذاشتی و دل باخته دیگری شدی؟ حقا که بیشرمی. حقا. کاش حالا میفهمیدی مهم که رو بردمه آزمون عشق. شاید از آخرش بیخبرم ولی میرم بلکه از این آتش سیاوش بیرون بیاد. برو سیاوش برو. بد کردی جمشید، بد کردی. اون بد نکرد مویی. من عاشقش شدم بی اون که از ضمیرش بپرسم. تو بد کردی که دم خداحافظی اونو با نیشی رنجوندی. حال عاشق و عاشق میفهمه. حال جمشید و من میفهمم. کجا؟ خدا رحمت کنه مادرو.
همیشه میگفت خواب عاشق خواب صادقه. دعا کن براش اتفاق بدی نیفته. چرا به تو اطمینان میکنم رو نمیدونم. مهربان من نوجوانی بیش نیست. پس از تو میخوام ناشناس برید و بازگردید، مبادا کسی شما رو بشناسه و به جونتون سوء قصد کنه. اینجا همون نقطه سعادتی که میگفتی؟ اینجا خیلی غریبه جمشید. اینا همه خیال باطله. اینجا نقطه مرگه. تو اینجا کشته میشی و همه فکر میکنن این کار به دست منجم باشی. نه، همون ستاره باشی صورت گرفته. اونم به خاطر کینه‌ای که پدرت داره. این بود اون آزمون عشقی که گفتی؟ این بود! بگیرید سرم را برا! تمشید! خاموش شد جوان ابله. تو کجا و وصال دختر من؟ تو خیلی کوچکتر از اونی که در کنار آیبانو قرار بگیری. دلیل این فتنه شومی که تو سردارین چیه؟ چرا من باید کشته شدم؟ چه دلیلی بهتر از این که بعد از کشته شدن تو جایگزینی بهتر از من برای حکومت کاشان پیدا نمیشه؟ همین که دیگه به سری با خون ایرانی جایگزین حکومت تیموری نمیشه. خوبات تمومش کن. بلش کنید او بچه رو! بلش کنید او بچه رو! بلش کنید او بچه رو! عزیزم رهاش کنید او بچه رو! شجدید تو رو خدا! رهاش کنید! از هر کسی انتظار خیانت داشتم به جز عزیزترین امیر خود. سخت امیر نه؟ برای من که خیلی سخت. جواب بده، جواب بده. سخته نه؟ جزای این کار چیه؟ اگه تو جای من بودی چه میکردی؟ دوست دارم از زبان خودت بشنوم. جزای این کار چیه؟ عبدالغفور، تو چرا؟ بهبان یگان فرزندم. سخت عبدالغفور، سخت امیر، سخته. بکشید همشونو بکشید. نذارید کسی فرار کنه. تمام این قائله زیر سر
بسیار نیکوبختی است برای نکاح. بله حضرت شیخ. آفرین بر جوانان کاشان که چنین روزی را برای وصلت انتخاب کردند. خدا شما رو توفیق بده حضرت شیخ. خب حالا این جوان برومند کیست؟ بنده زاده است که به عقد دختر سید علی میشه. کی؟ قیاس. سلام. تو؟ من خطبه تویی که به راه زندیقیان میروی و افعال حرامیان تقلید میکنی بخوانم؟ ابدا که چنین بار گناه را بر دوش خود سنگین نمیکنم. خدا حافظ. جناب شیخ. حضرت شیخ. ترس از خدا نبود از مسجد بیرونتون میکردم. حضرت شیخ. جناب طبیب، اجازه میدیدیم بنده حقیر خطبه عقد بخونه؟ شرط مروت نبود حالا که به آرزوی دیرینم رسیدم و عروس به هجله میبری در کنارت نباشم. بزرگی و در حق پسرتون به اتمام رسوندید. خوش به حالت که لقمه حلالت چنین ودیعه‌ای به تو داد. پس از عقد با قدومتون مجلس ما رو منور کنید. بیم مهمل گویان و تنگ نظران نبود که جشن جمشید رو ضایع کنند. این نهایت شادی صفدر بود. با اجازه پدر، آیا دختر این حقیر رو برای جاری کردن عقد وکیل میدونن؟ البته. و شما صاحب اختیار نها. پس من این دختر رو به وکالت شما عقد و از جانب شما قبول میکنم. انشاءالله به سلامتی و مبارکی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قدم رو چشم ما گذاشتین خاتون، سرافرازمون کردین. سلام. تبریک. سپاس منو از صمیم قلب پذیر نوعروس زیبا. اگر اون روز تو از نقشه شوم به اونا ما رو با خبر نکرده بودی، به حتم جون فرزند من در خطر بود.
خواست خدا بود ولی من بی اون که از چیزی خبر داشته باشم فقط نگران حال جمشید بودم. بفرمایید. مبارکت باشه پسرم. شب عروسی و دختر غمزده تو چارچوب هجله. در انتظار جمشید ستاره میشمارم. گمون نمی کردم که امشبم به بام بیای. سلام آقا. بیا از اینجا ببین. امشب تنها شبیه که ماه و ناهیده، درست انگار روبروی همن. از اینجا که میبینی انگار یکیم. شاید دیگه عمرم کفاف نده یه همچین وضعیتی رو ببینم. اینو به فال نیک بگیر. ولیکن امشب اولین شبی هم هست که 2 ستاره با هم قرین شدن. ماهت در انتظارته. آخه خوش نداری که همسرت فکر کنه بهش میلی نداری؟ ها؟ چشم. چشم.